نماز تراویح، سوال جواب و مقصدهای این. اولا بسم الله، مقصد از نماز تراویح چی است؟ مقصد از نماز تراویح قیام رمضان. قیام رمضان، شب زنده‌داری رمضان با نماز، شب رمضان را در نظر دارد. سبب چنین نامگذاری بر رمضان چی است؟ رمضان چنین نامیده شده است که زیرا مردم بیشتر آن شب را نماز میخونند و نمازهای طولانی میخونند، در حالی که در غیر رمضان این گونه انجام نمیدهند. نمازهای طولانی میخونند. هرگاه که دو رکعت 4 رکعت نماز میخواندند، اندک استراحت میگرفتند، چون نمازهای طولانی داشتند. اندک استراحت میگرفتند، سپس باز برخواسته نماز را ادامه میدادند. پس حکم این نماز تراویح چی است؟ این نماز تراویح این سنت است، مستحب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز را سنت گردانیدند و شب از شبهای رمضان را 3 روز یا 4 روز از آن را با مردم نماز خواندند، سپس ترکش کردند تا که بخاطر بر این امت مشقت نشود. گفته به خاطر مشقت نشدن بر این امت این نماز را ترک کردند. پس سبب ثواب نماز تراویح این قیام در رمضان چی است؟ در روایتی که بخاری روایت می‌نماید از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند، گفتند که هر کسی که رمضان را با ایمان و با امید ثواب قائم شود، شب زنده داری کند، نماز بخواند، گناهان گذشته‌اش بخشیده می شود. دیگه از این چی ثوابی بیشتری هست؟ چی ثوابی نیکوتری هست؟ گناهان گذشته انسان بخشیده می شود اگر کسی این شب‌های رمضان را با این عبادت نیکو بگذراند. گفتند که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که رمضان را با ایمان و امید ثواب قائم شود، گناهان گذشته بخشیده می شود. بینگر چقدر گناهان عظیمی در این سالهای دراز کردیم. فقط 1 ماه تو با 1 ماه میتونی که به پروردگار نزدیک شوی. با 1 ماه میتونی تمام این اعمالی که کرده بودی، گناه و معصیت، همه آنها را پاک بسازی، خود را پاکیزه نمایی. اما سوال میشد که آیا حکم در این حدیث گفت که هر کس که نماز را از روی ایمان و حساب و اجر روزه بدهد تمام گناهانش بخشیده می شود، آیا حکم در این حدیث گذشته همه گناهان در بر میگیرد؟ در اینجا حرف ما از صیغه های عموم است. من گفت، من قام، صیغه های عموم است و کلمه های گناه، غفر له ما تقدم، مغفرت اضافه شده است. پس عمومیت رو میفهماند، تمام گناهان بنده بخشیده می شود. اما علما رحمت الله علیهم گفتند که گناهان کبیره حتما باید از آنها توبه کرده شود. مقدمه گناهان کبیره این توبه است. آیا برای گرفتن این ثواب شرطی با جماعت خواندن لازم است؟ باید حتما با جماعت باشد یا اینکه نه؟ کسی که نه، این شرط نیست. کسی که با امام قیام رمضان کند یا تنها قیام رمضان کند در خانه‌اش، خواستن خواهرها، درست میگردد. اینکه رمضان را با نماز قائم شده است، در آن اجر پاداش داخل میگردد. آیا بین قیام شب و تراویح و تهجد فرقی هست؟ تراویح میگوییم حاضر، قیام شب و تهجد میگوییم. آیا بین اینها یگان فرقی است؟ نه، بین اینها یگان فرقی ندارد، جز در نام. چون حدیثی که عایشه رضی الله عنها روایت می‌نماید در صحیحین که گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نه در رمضان و در غیر رمضان از 11 رکعت زیاد نمی‌خوندن از نماز. پس تراویح، تهجد، قیام شب، همه اینا نام‌ها که گوناگون است، نه که نماز یک نماز است. پس نماز تراویح کی آغاز می شود؟ نماز تراویح برادران و خواهران گرامی بعد از خواندن نماز خفتن، نماز عشا تا نزدیکی بامداد قرار دارد. از بعد نماز خفتن شروع می شود تا نزدیکی بامداد. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تراویح را با مردم خوانده است؟ چون در بالا گفتیم بله خوانده است. بعضی از روزها را خواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه هایش تنها 3 شب یا که 4 شب را از شب‌های رمضان را با آنها خواند. سپس آنها را ترک کرد و فرمود که من ترسیدم که بر شما این فرض گردد. برای انسان شایسته است که در آن اسراف نکند و برای هر کسی که این شب‌های رمضان را قائم است از برای نماز عبادت برای اجر و پاداش بزرگ است و گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود، چون که در حدیث بالا ذکر نمودیم. پس نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم در این قیام شب چگونه بود؟ در روایت بخاری از عایشه رضی الله عنها روایت گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت می‌خواندند. از زیبایی و طولانی اون نپرسید. از زیبایی و طولانیش نپرسید. زیبایی و طولانی اهمیت بدهید. سپس باز 4 رکعت دیگه میخوندن که از زیبایی و طولانیش نپرسید. سپس 3 رکعت میخوندن. صلی الله علیه و سلم.
پس در کدام زمان یا که در زمان کی سپس مسلمانان در تراویح جمع شدند؟ در عهد خلافت عمر رضی الله عنه که امامشون ابی ابن کعب بود رضی الله عنه که آنها را جمع کردند بر تراویح. نماز می‌خواندند هر کس پراکنده ولیکن آنها را جمع کردند. آیا کار عمر که مردم را برای این نماز تراویح جمع کردند این کار بدعت حسابیده می‌شود؟ زیرا گفت که چی بدعت خوبی هست؟ نه، این کار بدعت شمرده نمی‌شود. زیرا تراویح را پیامبر صلی الله علیه و سلم چونک در بالا گفتیم با صحابگان کرام یک چند شب ادا کردند. سپس به خاطر ترس و خوفی که بر امت واجب نشود ترک کردند و عمر این امت را به اصل کار سپس برگردانید. و علما گفتند که مقصد از این کار سخن عمر که چی بدعت خوبی هست، این بدعت لغوی است، نه بدعت شرعی که انجام آن جایز نیست. بدعت شرعی این نوآوری در دین بدون یگام اساسه، اما این اساس داشت چون پیامبر این را خواندن صلی الله علیه و سلم. پس کدامش بهتر است، تراویح را تنها خواندن یا که با جماعت ادا کردن؟ کدامش بهتر است؟ البته که خواندن این تراویح با جماعت بهتر است از تنها گزارده دیده. آیا تراویح را تا آخر با امام بخوانیم یا قسمت آن را بخوانیم؟ بله، تا آخر با امام تراویح را خوانده می شود. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هر کسی که با امام تا برگشتن او از انجام نماز بایستد برای او ثواب قیام یک شب نوشته می شود. در روایت ترمذی. پس هر کسی که اگر با امام تا آخر و صبر کرد، نماز ویتر را با آنها خواند، سپس امام خیس و از جایش برخاست، بنده به خانه‌اش برگشت، تا روز را برایش ثواب قیام شب کتابت می شود. همچنین که تا روز را انسان این بنده قیام شب کرده است. حکم برآمدن زنان بر مسجد از برای تراویح چی است؟ این عملی که زنها انجام میدهند که برای نماز تراویح با لباس شرعی میبرند مشروع، جایز و رواست، اشکال ندارد. چون از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، شما گفتند زنان رو از مسجد رفتن من نکنید و گفتند که بگذارید بر مسجد بروند اگر که خواستگار آن شدن، ولیکن بدون عطر و خوشبویی، بدون آرایش. پس چی راهنمود به زنان هنگام رفتن بر مسجدها داده می شود؟ اولا زن باید هنگامی که از برای ادای نماز از نمازها بر مسجد می براید لباس شرعی پوشاندن سطر کامل داشته باشد، بدون عطر که در بالا ذکر نمودیم بیرون شود. چی در یک مسجد با مردان از پشت مردان نماز میخواند، چی مساجدی که بین زنان و مردان زنها علاهده و مردان علاهده است، اگه این شرط را رعایت نماید. اما اگر زنان تنها برای خود تراویح بخوانند، زنان تنها برای خود نماز تراویح بخوانند یا برای مرد امامی آنها جایز است، یعنی که یک مرد آنها را امامتی کند زنها از پشت نماز بخوانند، بله جایز است. یا که زنها خود تنها تراویح بخوانند با همراهی زنها، این امر جایز و روا است، واسه از در این. یا که از پشت مرد از خانواده خود امامتی شود و نماز بخوانند جایز است. ابن عروه میفرماید که عمر ابن خطاب برای مردم در رمضان دو قاری تعیین کرد. ابی را به مردم امامتی قرار داد و ابن ابی ختمه را امامتی زنان قرار داد. برای مردان یک امام بود، برای زنان یک امام قرار داده بود رضی الله عنه. این روایت رو ابن ابی شیبه ذکر کرده است. پس حکم شتابکاری در تراویح از جانب بعضی از امام‌ها چی است؟ این خطای بزرگ است. در ادای نماز شتابکاری کردن، سوره ها را بسیار تیز خواندن، رکوعهای نماز را انجام ندادن، نماز انسان فاسد می شود. در ادای نماز شتاب کردن جایز نیست. اساس نماز این آرامش است، آسایشش مطمئنی است که این نباشد پس این چگونه نماز است. باید این رعایت کرده شود. و ممکن است در آن پیران سالان باشند، ضعیفان باشند، بیماران باشند، احتیاجمندان باشند، برای آنها مشقت می شود. پس این کار امری نادرست، بلکه بعضی از این امرها تا آنجای رسیده است که مسابقه در میکنند چی عمل زشت است در نمازخوانی. از تفکر و تدبر در کتاب الله، از لذت بودن در آن نماز تماما دور هستند. پس نماز رو، تراویح رو دراز خواندن بهتر است که کوتاه خواندن؟ کدامی از این دو بهتر است، دراز خواندن یا کوتاه خواندن؟ در اصل آن دراز خواندن می شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگانش آنقدر قائم شدند که قسم سیاق شب گذشت، در شب دوم تا نصف شب و در شب سوم تا نزدیکی صبح سحری. در روایت احمد و اصحاب سنن. انا این است نماز تا نزدیکی سحری. و شریعت بر سبک گرفتن، با سبک کردن، با سبک خواندن ترغیب میکند. پس سوال میشه که پس چرا در تراویح دراز میکنن؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم از دراز خواندن در نمازهای فرضی منع کرد و همچنین علت آن را ذکر نمود که اگر آن باعث شود که مردم
از جماعت عقیب مانند یا بیرون روند، در آنجا پیرانسالا و دیگر کسا هست، نماز فرضی. اما در نماز نفل مانند تراویح این گونه نیست. مردم حق دارند که با آن جماعت اشتراک نمایند بخوانند، مردم حق دارند که نخوانند. آدم‌های عذرناک میتوانند که بنشینند، میتوانند که در خانه‌های خود بخوانند، استراحت نمایند قد توانشان. آیا انسان میتواند قیام شب را تنها دراز بخواند، دراز کند؟ بله میتواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز شب دراز میخواندند، چنانکه از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که او با پیامبر صلی الله علیه و نماز خواند و پیامبر صلی الله علیه و نماز را با آن قدر طولانی کرد که ابن مسعود رضی الله عنه خواست که بنشیند و پیامبر را تنها بگذارد، در روایت بخاری. و در دیگر حدیث از حذیفه رضی الله عنه روایت است که او با پیامبر صلی الله علیه و یک شب نماز خواند. پیامبر صلی الله علیه و سوره بقره را سر کرد. حذیفه خیال کرد که حاضر خیر سوره بقره را میخواند، بر رکوع میرود. گذشت رسول الله به سوره نساء. حذیفه فکر کرد که حاضر خیر را میخواند، بر رکوع میرود. سوره آل عمران را خواند، در روایت مسلم. پس نمازهای شب طولانی خواندن آنها امر واسع است. در این پس حکم بلند خواندن قرائت برای کسی که تنها میخواند چیست؟ قرائت رو بلند کردن برای شخصی تنها گذار برای او جایز است، به شرطی که باور داشته باشد که بر کسی از نزدیکان خود را آزار نمیرساند. اگر سبب آزار شد پس خواندنش بهتر است. چون او روز سوال شد که من در خانه تلاوت قرآن را بلند میکنم، برادران خواب میروند، نمیگذارند تلاوت قرآن نمایند. بله، احترام اون برادران لازم است. رمضان هم باشد، بله رمضان ماه خیر است، ماه عبادت است، ولی که اگر اون خسته باشد، کار و فعالیت داشته باشد، تو باید او را آزار ندهی. پس طرز ادای نماز تراویح چگونه است؟ نماز تراویح 2 رکعت خواندن می شود و سپس در آخر 1 رکعت ویتر. 2 رکعت میخونی، اگر توانی که 10 رکعت بخونی سپس ویتر رو اضافه نمایی 1 رکعت، 2 رکعت. امر در این واسع است. اگر از این در توانی بیشتر داری، رغبت بیشتر داری که بیشتر میخوای بخونی، بیشتر میخوای از این وقت لذت ببری، پس بسیارتر هم بخون. از 11 هم زیاد بخون، 13 بخون، 15 20 بخون. امر در این واسع است. هیچ کس معلومات کرده نمیشود. پس رمضان ماه طاعت ها و عبادت هاست. پس سوال میشد که آیا زیادتی کردن بر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادند، که گفتیم حضرت عایشه در صحیح بخاری حدیث بود ذکر نمودیم که در رمضان و غیر رمضان از 11 رکعت زیاد نمیخوان، آیا این مخالفت حسابیده میشد یا نه؟ نه، این مخالفت حسابیده نمیشد. زیرا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث برای ما روشن کردن که گفتن نماز شب 2 رکعت است. مطلقه بیان کردن، عدد معین را ذکر نکردن. و همچنین رسول الله نماز شب را 9 رکعت 11 رکعت در بعضی روایات 13 رکعت هم خواندگی هستند. پس این مسئله وسیع است و واسه بر توان انسان برمیگردد. پس کدامش بهتر است؟ 11 رکعت خواندن بهتر است یا که 20 رکعت خواندن؟ 21 رکعت قطع ویتر مثلا، یا که 23 رکعت قطع ویتر میخونن بعضی کسا، یا که در این 11 رکعت اختصار کنیم بس است. کدامی که موافق سنت باشد، کدامی که مطابق سنت باشد و کدامی که در آن خشوع و فروتنی و قرائت زیبا باشد، این بهتر است. خواه این در شمارش 11 باشد، 15 باشد، 20 باشد، اما اگر 11 حرکت رو با این خشوع و فروتنی بخواند این برایش بهتر است. خصوصا بسیاری از مردمی که نماز تراویح 20 رکعت میخوانند، 20 رکعت رو در نیم ساعت در 20 دقیقه میخوانند. نه آرامش است، نه مطمئنی است. پس این نماز اصلا نماز نیست. برای همین به هوش آمدن لازم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در قیام شب چند رکعت می‌خواندند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در چونه که در صحیحین بخاری و مسلم ذکر می‌شود 11 رکعت می‌خواندند و این چنین روایت شده است که 13 رکعت می‌خواندند. در روایت مسلم 13 رکعت می‌خواندند. پس آیا ثابت شدگی هست که در زمان عمر رضی الله عنه تراویح به 23 رکعت رسیده است؟ بله، این حدیث در روایت مالک است، اما گفتن که این مرسل است، یعنی که پیوندی این روایت کامل نیست. گفتن که این روایت صحیح نیست. با فرضیت صحیح بودن این که بعضی از علما این را صحیح گفتن باشد، امر در این وصیت گفتیم. پس در کتاب‌های فقهی اگر بنگریم گفته شده است که در تراویح زیادخوانی با شکل‌های گوناگون ذکر شده است. پس شرط از چی است در این؟ یکی از آنها با زیاد کردن شماره رکعت‌ها برای زیاد کردن قرائت، یعنی که سبکتر قرائت کردن، کوتاه‌تر خواندن، نه که نمازها را زیادتر خواندن. و بعضی از آنها رکعت‌ها را کوتاه کردن ولیکن قرائت را زیاد کردن. گفتم این برمیگرده به خشوع و فروتنی انسان. نکه خشوع و فروتنی در این 11 باشد برایش بهتر است که در همین 11 توقف نماید. این نزدیکتر است بر خیر. ولی که بر آن کسی که 23 رکعت میخواند یا که 21 رکعت میخواند آن را با خشوع و فروتنی میخواند با قرائت زیبا، بر این هم معلومات کردن نمیشود. معلومات بر آن کسی است که نماز 23 رکعت را در 23 دقیقه میخواند. نه خشوع است، نه فروتنی است، نه رکوع است، نه ارکان است، نه هیچ چیزی است.
پس کسی که از پشت این گونه امام ها نماز میخواند نمازش صحیح نیست، بلکه معصیت است. پس کسی که از پشت امام نماز میخواند که 11 رکعت میخواند و کسی که از پشت امام نماز میخواند که 23 یا که 21 رکعت است. از سنت اینجا این است که با امام همراه شود، زیرا اگر پیش از قیام شب، پیش از قیام امام، پیش از به اتمام یافتن نماز با از امام بیرون براید، ثواب تمام قیام شب را از دست می‌دهد. در روایت ترمذی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند هر کسی که با امام بایستد تا امام نماز را کامل کند، یعنی نماز را به پایان رساند، برای او ثواب قیام همان شب نوشته می‌شود. اگر امام را ترک کردی، بعضی از مردم هستند که نماز ویتر را پس در خانه گفته می‌خوانند. اگر مقصد نماز الوهی باشد، پس در خانه نماز الوهی را خانه می‌توانی، ولی این اجر را تو از دست نده. طول شب رو تو معلوم است که طول شب رو تو نماز خوندن نمیتوانی، شاید بعضی از رکعت ها اضافه نمایی، ولی این ثواب تمام شب رو تو از دست مده. آیا صحابگان کرام وقتی که امام در تراویح زیاد میکردند با او همراه میشدند؟ بله، همراه میشدند. صحابگان کرام امامشون رو در کاری که از حد مشروع بیشتر بود هم پیروی میکردند. با امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله عنه در مینا در حج نماز سفر را 4 رکعت خواندند، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله ابوبکر، عمر و خود عثمان بیشتر 2 رکعت می‌خواندند. صحابگان کرام او را انکار کردند، ولی با وجود آن با او 4 رکعت می‌خواندند. پیروی از امام می‌کردند در مسئله پیروی از امام، چون پیروی از امام واجب است. بعضی از نمازگزاران در بعضی از مسجدها با بهانه اینکه امام از 11 رکعت بیشتر می‌خواند، آنها 11 رکعت می‌خوانند میبرایند. اگر این کارو کردی، از آن ثواب خود را محروم کردی. چون حاضر نقطه بالای ذکر نمودیم، صحابگان کرام از پیروی امام اهمیت ویژه‌ای می‌دادند و همچنین عمل رسول الله صلی الله علیه و در نماز شب، قیام شب نیز نشان می‌دهد که پیروی کردن این مستحب است و طرز برخورد کردن پیامبر الله، صحابگان که با پیامبر الله که با خلفای راشدین، این دلیل است و مشروع بودن آن. پس در نماز تراویح کدامش اولاتر و بهتر است؟ ختم قرآن یا محدود کردن این تراویح با یک چند سوره های؟ البته که اولاتر این است که ختم قرآن بگذراند، کوشش تلاش نماید، زیرا رمضان ماه قرآن است. یک بار امام در رمضان با مردم ختم بگذراند، یک بار دیگه با مردم و امام تنهایی با خود ختم بگذرانند در خواندن قرآن. و بعضی از مردم تنها با سوی امام میل میکنند که صدایش خوب است، حتی اگر کم هم بخواند، و برای ختم قرآن کوشش هم نمیکنند. پس چی توصیه است؟ این از نوپیدایی‌های زمان ماست، چیزهای نوپیدای زمان ماست و آمده است که امام مالک رحمت الله علیه این رو پیشه نداشت، این رو خوب نمیشمرید، این رو نقض نمیدید و حتی گفتن که من تنها از پیروی کردن اینها میترسم. گفتن آنچه آنها را وادار میکنه که آهنگها و صداهایشان را جلوه بدهند یا سبب فاسد شدن نیت انسان بگردد. یک منظور این در اینجا این است که درست است که اگر امام خوب و زیبا بخواند، از پشت خوانن این یک حلاوتی دارد، یک تراوتی دارد، ولی که این چیزها سبب نشود که انسان از آن ختم که است از آن محروم بگرداند خودشان را. پس حکم نشستن در نماز از سبب خستگی چی است؟ باکی ندارد، خاصتا اگر تراویح طولانی خوانده شود، نشستن بر او جایز است. خود رسول الله صلی الله علیه و قیام شب را نشسته خواندند. میتوان نماز نفل را نشسته خواند، حتی برای راحت. بله، از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و فرمود نماز مرد نشسته نصف ثواب نماز راست ایستاده را دارد در نمازهای نفلی، اما ثوابش کم میشود، شکی نیست در این. اگر با امام خستی قائم میستی، الله اکبر میگی، امام که نماز شروع کرد خسته شدی مینشینی، هنگامی که اگر امام رکوع رفت برمیخیزی با امام رکوع میکنی، چون یک این فعل را رسول الله صلی الله علیه و انجام دادن، یک رکوع ها رو با امام انجام میدهی، اما هنگام قرائت وی مینشینی. و همچنین از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و فرمود که نماز ایستاده بهتر از نماز نشسته است و نماز نشسته نصف نماز ایستاده است و نماز خوابیده که دراز میخوابیده است نصف نماز نشسته است. گفتند روایت احمد. پس کسی که از نشسته خواندن نماز شرم می‌دارد و با این خستگی تراویح راستا پورا میکند، حکمش چی است؟ این گونه انسان هم هست، خسته میشود، نه که چیز خود رو مجبور میکند با همراه امام با همراه مردم میکشد، یعنی خسته شدگی است. گفت تاجیکا مردست است. پس این اجتهادی که میکند این خوب نیست، جای خوب نیست. پس گفتیم که نماز رو نشسته خوندن به سبب خستگی این سنت است، مستحب است. اما اگر که قائم بودن را میتواند بدون تنبلی، برایش اجر و پاداش است، اشکال ندارد که راست بیستد بخواند، اما از آنچه که برداشت آن ندارد خودش را بر آن مجبور نکند. بعضی از نمازگزاران با امامی که
در رکعت‌های تراویح زیاد میکنند بحث میافتد، با آنها بحث میکنند. در این حالت چی باید کرد؟ جواب این است که سزاوار نیست که چنین رفتار را انسان با آن گونه امام‌ها در این مسئله را مسئله بحثی قرار بدهند. اگر قابل اجرا و تحمل آن را داری، پس با آنها بیست. مخالف کردن تو آنها را واجب نیست برای تو، بلکه آداب این است که با ملائمی سخن بگویی، با ملائمه با امام مسجد سخن بگویی. اگر پند داری، نصیحت داری، پس حق گفتن را هم داری. آیا حکمت یا سبب هست که امام در قرائت حالت مردم را به نظر بگیرد؟ بله، حکمت هم هست، سبب هم هست که امام باید در نماز حالت مردم را مد نظر بگیرد و امام باید موافق حالت قومی که بر آن نماز میگذارد نماز بگذارد، تا اینکه مردم در این جماعت پراکنده نگردند. و روایت شده است که عمر رضی الله عنه قاریان را در رمضان دعوت کرد و با قاری تیزخوان امر نمود که 30 آیت بخواند و قاری که معتدل میخواند امر کرد که 25 آیت بخواند و قاری که آهسته میخواند امر کرد که 20 آیت بخواند. روایت ابن ابی شیبه است. و واسه بر حالت مردم رو هم نظر نمودن، این یکی از حکمت هایی است. پس آیا جایز است که نماز رو اشاره با امام بخونیم، امامی که تراویح میخواند؟ بله، اهل علم اجازه آن رو گفتن. اصل مسئله آن است که اهل مکه در سال فتح پشت پیامبر صلی الله علیه و نماز میخواندند و نماز را بعد از سلام پیامبر صلی الله علیه و تمام میکردند. بعد از سلام پیامبر، چون یک در مسجد کلان هست و پر از آدم است، مثلا دیگر در مسجد جایی نیست، مردم در بیرون ها جای میگیرن، بیرون دنیام یک کسی دیگر با تکبیرات اشاره میکنن مردم رو، یک مثلا صدای تکبیرات نمیشنوی، از مردم خم میشه، راست میشه، گفته اشاره کردن میخونه. پس کمترین مقداری که مسلمان میتواند قیام شب بخواند چند رکعت است؟ کمترین رکعت یک رکعت است. وقتی که معاویه یک رکعت ویتر خواند، ابن عباس گفت آیا در امیر مؤمنان معاویه عیبی هست؟ گفتند او تنها یک رکعت ویتر کرده است. ابن عباس گفت درست گفته است، او فقیه است. معاویه نه، فقیه است. در روایت بخاری. و همچنین گفتم من صلات لیل مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیصلی رکعتا، نماز شب دو رکعت است. کسی از شما اگر که خوف و خطری دمیدن صبح رکعت یک رکعت بخواند. گفتند پس کسی که قیام شب رو از دست داد، یک کس قیام شب رو از دست داد، آیا می تواند آن را در وقت دیگر ادا نماید؟ آیا برای این انسان جایز است که آن را در وقت دیگر ادا نماید؟ بله، کسی که قیام شب را از دست داد روزانه آن را انجام می‌دهد. دلیلش حدیث عایشه رضی الله عنها است که گفت هرگاه رسول الله صلی الله علیه و آله عمل می‌کرد آن را دائمی می‌گرداند و اگر شب خوابش می‌برد یا بیمار می‌شد روزانه 12 رکعت آن را می‌خواند، نماز شب را. پس از این حدیث برمی‌آید اگر انسان در شب نماز ویتر 3 رکعت دائمی دارد، اگر روز از روز خوابش برد یا که بیمار شد آن را در روز 4 رکعت می‌خواند. اگر 5 رکعت می‌خواند 6 رکعت می‌خواند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر یک مرد در خانه امامتی کند مثل ثواب مسجد می‌گیرد؟ بله، نماز نافله هم می‌گیرد اگر امامتی کند. نه اگر نماز جماعت مسجد باشد از آن ترک نکند. اگر نباشد مثلا در خانه آن را اگر ادا نماید، بله می‌گیرد، ثواب رو می‌گیرد. فهمو ثواب آن قیام شب رو می‌گیرد. اما منظور ثواب آن که ثواب مسجد که مثلا پیامبر گفتن 25-27 درجه هست، وای برای نمازهای جماعت فرضی هست که این ثواب در خانه گرفته نمیشه. در حدیث اومده که صلات رجل فی بیتی، نماز مرد در خانه‌اش 1 درجه است، 1 برابر است. یک در مسجد 25-27 درجه برابر است. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام. اگر خفتن با 8 رکعت تراویح 45 دقیقه بخوانم درست است؟ درست است ان شاء الله. معصیت نیست، نه درست است. الله از ما و شما قبول نماید. بارک الله فیکم. آیا کسی که قیام شب را عادت میکرد ولی آن را از دست داد، آیا اجر آن قائم را میگیرد؟ اگر کسی که قیام شب را عادت کرده است، همیشه قیام شب میخواند ولی که به سبب بیماری‌های یا که یگان کار و فرید دیگری اگر که آن را نخواند، عذرهای، بله آن ثواب و قیام شب برای او کتابت کرده می شود، نوشته می شود. از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کسی که شبانه ورد عادت خود را خوابش برد و آن را در نماز فجر یا که ظهر بخواند، برایش مثل آن کتابت کرده می شود. نماز شب آنچه که شب خوانده بود برایش کتابت کرده می شود. پس حکم نماز ویتر چی است؟ نماز ویتر برادران و خواهران گرامی این سنت مؤکده است. رسول الله بر آن اهمیت زیاد و ویژه می‌دادند. پس کدام شماره ویتر بهتر است؟ بهتر است برای نمازگزار این است که ویتر را با 1 رکعت بخواند، یعنی که 2 رکعت بخواند در آخر 1 رکعت بخواند. دلیل آن این حدیث عایشه رضی الله عنها است که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و آله بین انجام نماز عشا که مردم آن را
عتمه مینومیدند و فجر نماز میخواند. دیگه بعدی بین نماز خفتن و فجر نماز میخواندند. 11 رکعت میخواندند. هر 2 رکعت سلام دادند. 2 رکعت میخواندند سلام دادند. 2 رکعت میخواندند سلام دادند. و ویتر رو با 1 رکعت میخواندند. روایت مسلم. ویتر خودش ویتر تاق 1 رکعت است. تاق است. مثلا افضلیت با 1 رکعت نماز ویتر خوندن این بهتر است. اما 3 رکعت هم ثابت است. این هم جایز است. و 5 هم جایز است، 7 هم جایز است. نماز ویتر رو مفصل بیان کرده هستیم. پس نماز ویتر رو با 3 رکعت چگونه خوانده می شود؟ پس نماز ویتر رو با 3 رکعت 2 طرز دارد. طرز اول 2 رکعت میخوانی، سلام میدی، سپس 1 رکعت میخوانی. طرز دوم 3 رکعت پای در پای میخوانی بدون اینکه در اتحیات بنشینی مثل نماز شام آن را قرار بدهی. این گونه انجام نمیدی، بلکه 3 رکعت باید سلام میخوانی. پس آیا ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن ویتر سوره های معین میخواندند؟ بله ثابت شده است. از ابی ابن کعب روایت است که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ویتر در رکعت اول سبح اسم ربک الاعلی میخوانند، سوره اعلی را میخوانند و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون میخوانند. پس این سنت است که در نماز ویتر سوره اعلی و در رکعت دوم سوره قل را بخوانی و در رکعت سوم سوره اخلاص را. رکعت سوم بعد سوره فاتحه سوره اخلاص را بخوانی. در روایت نسائی است. و همچنین بعد از سلام دادن ویتر سبحان الملك القدوس 3 بار گفته می شود. این رو هم فراموش نکنید. بعد از سلام ویتر سبحان الملك القدوس 3 بار گفته می شود. یعنی که بعد اون که تو نماز ویتر را خواندی، سلام دادی، این ذکر رو 3 بار گفته می شود. در روایت ابی داود این ذکر شده است و آواز رو بلند میکنی. در اینجا 3 بار میگویی سبحان الملك القدوس. پس آیا اگر انسان بغیر این سوره هایی که ما گفتیم در ویتر دیگر سوره ها را بخواند برای جایز است؟ بله جایز است. و شاید اسناد این باشد گاه دیگر سوره ها هم بخواند در نماز ویتر. آیا در یک شب بیشتر از 1 بار ویتر خواندن جایز است؟ یک چند ویتر خواندن. و در روایتی که ابی داود ذکر می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که در یک شب 2 ویتر نیست. انسان 1 بار ویتر میخواند خلاص دیگر 2 ویتر خواندن نمیشود، 1 بار ویتر خواندن میشود. چون سوال میشود که ما نماز تراویح را با امام میخونیم ویتر میکنیم بعد داخل با ویتر ایسر بخونیم. اگه ویتر بخونیم میشود؟ نه، خلاص تو ویتر خوندی. نه که اگر نماز نافله بخونی باید باقی ندارد. پس سوال میشه که کسی که ویتر خواند آیا بعد از خواندن ویتر میتواند قیام شب کند، نماز بخواند؟ بله جایز است، برایش میتواند. از قیس ابن طلق ابن علی در یک روز رمضان نزد امام میگوید در نزد ما شام کرد و افطار نمود و سپس شب قیام کرد و با ما ویتر خواند. بعد به مسجدش رفت و با یارانش در آنجا نماز خواند. در اینا نماز را خواند، مسجدش رفت، با یارانش در آنجا با نماز خواند. اما وقتی که نماز ویتر رسید، وقتی خانه نماز ویتر رسید در آن مسجد خودش، یک مرد دیگر را پیش گذاشت و آن نماز را خواندند و گفتند که زیرا من از پیامبر شنیده بودم که در یک شب 2 ویتر نیست. این سخن را سپس گفتند روایت ابی داود. و کسی که میخواد ویتر را 3 رکعت بخواند آیا بعد از رکعت دوم برای تشهد مینشیند یا نمینشیند؟ نه، برای جایز نیست، بلکه 3 رکعت ویتر را با یک اتحیات میخواند تا با نماز مغرب مانند نشود. زیرا از ابی هریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند ویتر را 3 رکعت مثل مغرب نکنید گفتند. در روایت ابن حبان من کردگی است. رسول الله من کردم گفتم ویتر رو 3 رکعت مثل نماز مغرب نخونید. نماز ویتر رو 5 که 7 رکعت بخونید گفتن در دیگری ورد و آن رو با نماز مغرب مانند نکنید، مانند نسازید گفتن. پس معنیش نیست نماز ویتر رو با نماز مغرب مانند کردن جایز نیست، من شده است. 3 رکعت خوانده میشود، با یک اتحیات خوانده میشود. پس کسی که از پشت امام نماز میخواند سپس میخواهد که نماز ویتر رو تنها بخواند، یکی میخواهد با امام این ویتر رو نخواند سپس چیکار نماید؟ سپس باز نمازهای الهی بخواند و سپس ویتر رو بخواند، باکی ندارد. یکی مسئله جایز بودن امر جایز و روا است و این نقطه رو در بالا با وسیع‌تر بیان کردیم. و کسی که با امام اگر ویتر رو خواند سپس در خانه‌اش پیش از بامداد وقت دارد، آیا میتواند نماز شب بخواند؟ آیا برای جایز است؟ بله جایز است، مشروع است، اما دیگر برای ویتر نمیخواند. اما دعای قنوت در ویتر کی خوانده میشود؟ پیش از رکوع هم جایز است و بعد از رکوع هم جایز است، باکی ندارد. امر در این واسه است. تو یک کس میکشد به سوی خود میگه نه پیش از رکوع صحیح است، یک کس بعد رکوع اشکالی ندارد، هر دوشون جایز و روا است. و پیامبر صلی الله علیه و آله درباره دعای قنوت بر صحابگان کرام چی تعلیم دادند؟ از جمله آن چیزی که به حسن ابن علی رضی الله عنه آموزاندند. حسن میفرماید رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و آله به من چند کلمه یاد داد که آن را در قنوت ویتر بخوانم. در همین جا از حسن ابن علی انمی دعای قنوت وارد شده است. امر مستحب است، گاهی بخوان گاهی نخوان دعای قنوت را، گاهی قنوت کن گاهی قنوت نکن، گاهی دست برد گاهی دست من. در این امر واسع است، یکم جای کشمکشش نیست. در روایت ابی داود اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت
و بارک لی فیما اعطیت الی آخر تا آخرش که این رو همگی بفهمن کی را یا خدا ما سوره فاتحه قنوت رو خوب میدونن. پس سوال میشه که آیا حتما باید همین دعای قنوت خونده شود؟ گفتیم شرط نیست. نمازگزار هر دعایی که میدوند در این جای قنوت میکنه در همین جای دعا را بکند، اشکال نداره، برای جایز است. چون یک در نمازهای تراویح قنوت میشود این رو نمیخونن، دعای گوناگون میخونن. اما در غیر رمضان هم در ویتر قنوت گوناگون خونده میشه، جایز است. آیا در قنوت دراز کردن دعا جایز است؟ دراز کردن دعا در قنوت جایز و روا نیست. چون رسول الله صلی الله علیه و بر حسن دعای کوتاه را فراگیر تمام مسائل را تعلیم دادند. اما اگر تنها گذار باشد نماز بخواند، بگذار نماز را طولانی بخواند، بگذار رکوع را طولانی کند، بگذار دعا را طولانی کند، برایش امر واسع است. در این قنوت همون دعا را معنای دعا هست. دعایی که در ویتر کردن میشه را قنوت میگویند، قنوت کردن. پس حکم در این که امام بعضی وقتا قنوت را ترک میکند چی است؟ در تراویح میشود این کارو؟ درست است، اشکال ندارد. گفتیم قنوت از واجبات داخل نمیشود، گاهی هم ترکش اشکال ندارد. در بالا گفتیم گاهی بکند گاهی نکند، گاهی دست بردارد گاهی دست نبردارد. و حکم استغنا با دعای ویتر و غیره چی است؟ از سلف صالح رحمت الله علیهم ذکر نشده است که این رو به احتیاج دانسته باشند، یا که این رو به نیاز دانسته باشند، یا این رو همیشه ترک کرده باشند، بلکه وای دعا این سپر مسلمان است، یراق مسلمان است، همیشه کرده می شود، همیشه گفته می شود. پس حکم زیاده کردن و علاوه کردن دعا در ویتر چی است؟ اشکال ندارد، ولی طولانی بد نشود که اگر که امام باشد برای مردم مشقت شود. تناگذار باشه اشکال ندارد. درباره گریه بعضی از مردم در دعا در نمازهای فرضی و نفل چی است؟ باکی ندارد. گریه اگر به اختیار می آید باکی ندارد. در این امر واسع است. اگر با خشوع و فروتنی باشد، از ترس الهی باشد، این برکی مطلوب است. تأثیر قرآن در قلبش است و غیره. پس کسی که اگر ویتر رو شبانه از دست داد، بدتر آن رو در روز قضا می‌دارد. اما ویتر نه، بلکه جفت. اگر یک رکعت می‌خونه دو رکعت می‌خونه، اگر سه رکعت می‌خونه چهار رکعت می‌خونه. از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت که پیامبر حسن فرمود هر کس که ویتر خوابش برد یا اون رو فراموش کند، وقتی که به یادش رسد یا بیدار شد، پس آن رو بخونه. گفتن آن رو ادا می‌کنه یکی چیز با جفت. پس این برای آن کسی که آن ویتر رو به قصد ترک کرده است، در خواب اون فراموش کرد. بعضی از زن‌ها میگویند که در نماز تراویح که حاضر میشوند، روح‌های خود رو میپوشونند. آیا این امر جایز است؟ اگر مرد نامحرم باشد بله اشکال ندارد، ولی اگر الهیده باشن محکم باشن نباید زن رویش بپوشاند. پوشیدن رو در نماز جایز و روا نیست مگر در ضرورت. و بعضی از مردم در مسجدها جاهای خود را همیشه عوض میکنند. آیا این حکمش چی است؟ آیا این جایز است؟ این کار اصلا لازم نیست و چون این وقت زیادی را باز ضایع میکند، شاید دیگه کسا را آزار بدهد مثلا. اما جاهای خالی باشه، جاهای خالی باید پر کرده شود. و اینم از سنت نیست جاها را عوض کردن مثلا در تراویح، چون اساس پیامبر گفتن هر کسی که با امام قائم شود تا امام برگردد نماز به انجام برساند، برای او ثواب قیام شب نوشته میشود. گفتن روایت ترمذی ده. و بعضی از مردم در رمضان از پشت امام هنگامی که نماز میخوانند با دست خود مصحف ها را میگیرند و از روی مصحف نگاه میکنند. حکم این چی است؟ این کار اصلا لازم نیست، چون این کار ذهن رو مشغول میکند، کاری به حاجت است و همچنین باعث میشود که ترک سنت شود. گذاشتن دست راست درباره دست چپ یا که برداشتن دست ها ترک این شود. برای کار این کار جایز نیست. یعنی ترک کردن آن بهتر است، یعنی ترک کردن آن یعنی که بهتر است. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت. خوب هستید ان شاء الله؟ خوب هستید. شما گفته بودید که با جای دعای قنوت با زبان خود تاجیکی ممکن نیست خواندن. ما این رو گفتگی نبودیم، ما این رو گفتگی نیستیم، بلکه ما گفتیم که تلاش نمایید که در نمازهای فرضی یا که نفلی دعاهای قرآنی بخونید، دعاهای قرآنی بخونید. اگر دعای نمیدونید، اگر که در ویتر هم حتی با سوال شما برمیگردید، در ویتر هم اگر که شما دعای نمیدونید، پس با زبان تاجیکی هم دعا کنید، ولی که تلاش نمایید که دعای رو بیاموزید. البته دعاهای سنتی باشد، با زبان عربی باشد اصلا باید، ولی با جای دعای ویتر، با جای همون دعایی که قنوت است، با جای وای دیگر دعا هم کردن برای انسان جایز و روا است و امر در این واسع است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دعای ویتر با زبان تاجیکی خواندن ممکن است؟ حاضر گفتیم که همین گفتیم. اگر نمیدونی پس ازیاد کن، تا ازیاد کردن پس دعا کن. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. این گونه مسجدها مسجد زیرا چگونه مسجد زیرا؟ مسجدهایی که در آنجا شکار اهل سنت است، در آنجا سنت های پیامبر جنایت است، مسجدهایی که در آنجا توطئه ها، گفتارها بر ضد سنت و ضد کتاب و سنت گفته می شود، مسجدهایی که در آنجا به سوی بدعت، به سوی شرک و بدعت و کفر و ضلالت دعوت کرده می شود، مسجدهایی که
در آنجا همیشه سخنی نادرست و ناجا و غیبت و دیگر چیزها است. در آنجا امر بر معروف نهی از منکر نیست. اینا ما چیز زیرا گفتم شاید اینها رو. خیر در همینجا بسندگی میکنیم، اکتفا میکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. الله از ما و شما قبول نماید و بر ما و شما توفیق بدهد و ما رو با اهل خیر پیوست نماید و ما رو از این نعمت های ماه رمضان محروم نسازد، بلکه ما رو به شب قدر برساند و توفیق بدهد. درس دیگر ان شاء الله در بیان دهه آخر و شب‌های قدر سوال جواب میکنیم و در این موضوع صحبت میکنیم باذن الله تعالی. و الله سبحانه و تعالی توفیق میطلبیم و توفیق میخواهیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.